همسایه یعنی روز سختی به درد هم بخورن. همسایه سهم داره. پس این فکر نکنید چون که شما مهاجرید فقط آمدید اینجا باید برای امرار معاش زندگی مادیتون و فرزندانتون فقط تلاش بکنید. مگه شما بنده خدا نیستید؟ مگه شما از کشور ابو حنیفه نیستید؟ بگید دیگه. خب میدونید ابو حنیفه کی بوده؟ مؤسس مذهب بوده. الان در دنیا 500-600 میلیون پیرو مذهبشن. شخصیتی بوده که در زمان خودش فرید بوده. افغانستان فکر نکنید همش باید کارگر بشن. جنایت هایی در حق شما شده که این همه فقر و بیسوادی اونجا، یعنی شما جایی از نظر جغرافیایی قرار گرفتید که هر استعمارگری باید پا رو سر شما بگذاره بره به منافعش برسه. ولی در تاریخ اگر نگاه بکنید چند تا کشور استعمار فیزیکی نشدن، یعنی 2-3 تا کشور در دنیا هستن که استعمار ناپذیرن. یکی افغانستانه. بارها شده انگلیس 30,000 نیرو در افغانستان داشت، فقط 1 نفر نجات پیدا کرد. در یک زمانی 1 نفر فرار کرد و رفت به هند و خبر داد که کل نیرو قتل عام شدن. روس همین تجربه رو کرد، آمریکا همین تجربه رو کرده. ملتی هستن که چه؟ استعمار ناپذیرن. به زور بخواد بیاد بالاخره شاید 10 سال 20 سال 50 سال هم جنگ بکنن بیرون میره. ولی باید جهل رو برطرف بکنیم. اگر اونا رفتن بیرون به جون هم نیفتیم. باید علم و اخلاق و ارزش و محبت و صفا و صمیمیت در خودمون اونقدر تقویت بکنیم که با دشمن بیگانه می جنگیم. وقتی دشمن بیگانه نباشه دیگه احساس کمبود نکنیم که به جون هم بیفتیم. پدر به بچه 5 ساله آدامس دستش میده برو سر چهارراه بفروش. بدون 5,000 تومان به خونه برنگردی. این بچه 5 ساله حق کلاس قرآن رفتن نداره؟ این بچه 6 ساله 7 ساله 10 ساله حالا اشکال نداره در اوقات فراغت یه وقتی حالا ببرید تا بازار با خوده. یه ساعتی نباید بره مسجد کلاس؟ نباید رو مسائل دینداریش؟ نباید رو مسائل اعتقادیش؟ خودمون داریم راه حل پیدا میکنیم برای رفع مشکل مادیمون. باور بکنید همین بچه‌های کاتکلو میفروشن تو بازار که اکثرا مهاجرینن، نوجوانن، بعضی موقع من رد میشم اگه یکی منو دید نزدیک 30-40-50 نفر جمع میشن. اگه من یک 10 دقیقه ترمز بزنم بیستم. اینقدر علاقه دارن. بعضی به من میگن شیخ جای سخنرانی این جمعه شما هستید، کجای برنامه تو ما بیایم. این خدمت دارن، دوست دارن. نباید به فکرشون باشید. به صرف این که مهاجرن باید از صبح تا شب کار بکنن تا یه لقمه بخورن و تموم شد و رفت. خیلی استعداد هست تو همشهریان ابو حنیفه رحمت الله علیه. استعداد داره میباره. استعدادی که تو شما هست هیچ جا نیست. این استعداد باید به کار گرفت. هر کجا که باشید برای بچه هاتون تلاش کنید. من اولین عروسی به این سبک در شیراز، چقدر اهل سنت تو شیراز هست؟ شاید نزدیک 30-40 هزار نفر. اولین برنامه‌ای که تو شیراز تو عروسی سالم منو دعوت کردن برادران مهاجر بودن. 3 تا داماد از اونجا آمدن، به تلفنم اکتفا نکردن، از اونجا آمدن بندر ملاقات کردیم، وقت گرفتن رفتن. گفتن 3 تا داماد هستن، 3 تا جوان مهاجر، میخوام شما رو دعوت بکنیم تو شیراز. میای؟ چرا نمیام؟ با عبدالستار و سعدی ماشین برداشتیم حرکت کردیم. صبح شب رسیدیم اونجا، مراسم برگزار شد. خیلی هم با کلاس توی هتلی، سالن هتل گرفته بودن.
من گفتم خیلی از اهل سنت شیرازم بودم، بهشون گفتم برادران مهاجرمون پیش قدم شدن، پیش قدم شدن، رفتن سالن توی هتل گرفتن، خیلی با کلاس، خواستن توانستنه. صبح هم نماز خوندیم، صبحانه خوردیم، تا نزدیکای عصر آمدیم بندر. خواستن توانستنه. ما بخواهیم، باید به فکر همدیگه باشیم. حالا شما دربدری و مهاجری یک طرف، بعد از این همه سال با بیسوادی هم بر بگردید، نمیشه که. بچه هاتون تو